درود با توجه شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیو موجر. در این ساعت شما تحولات آخرین امروزه را بشنوید. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. ولایت کالوگا همچون یک منطقه فدراسیون روسیه در تطبیق برنامه دولتی مساعدت با کوچانیدن اختیاری هموطنان برون مرزی در فدراسیون روسیه اشتراک میکند. از سال 2016 این جانب برنامه دولتی منطقوی مساعدت با مهاجران اختیاری هموطنان برون مرزی به ولایت کالوگا عملی شده است که اون برای 6 سال تا سال 2021 پیش بینی شده است. وظیفه‌های اساسی این برنامه منطقوی کاهش دادن نورسایی ذخیره‌های مهنتی و افزایش ورود مهاجرت اهالی به ولایت میباشد. در حال حاضر این ولایت به متخصصان ساحه صنعت و طبیبان و داروسازان نیاز دارد. ولایت کالوگا در مرکز قسمت اروپایی روسیه جایگیر است که با ولایت‌های مسکو، تولا، بریانسک، سمولنسک و اریول هم‌مرز است. در این منطقه تقریباً 30,000 کارخانه‌های عظیم استحصالی مال‌های صنعتی متمرکزانیده شده فعالیت می‌کنند. قریب 3/1 اهالی منطقه در صنعت کار می‌کنند. اساس استحصالات صنعتی ولایت ماشین‌سازی و کارکرد متل میباشد. خصوصیت فرق کننده مجموعه ماشین‌سازی منطقه گوناگونی وسیع محصولات میباشد. عادتاً مجموعه ماشین‌سازی را استحصال ماشین‌های سبک‌رو معرفی می‌کنند. ساحه امیدبخش برای بودجه ولایت صنعت کیمیایی علاوه خصوص داروسازی میباشد. صنعت سبک تقریباً 250 کارخانه و تشکیلات را متحد می‌کند. ولایت کالوگا یک از پیشرفتان جلب سرمایه خارجی به اقتصاد منطقه میباشد. نقطه‌های کلیدی استراتژی سرمایه‌گذاری جایگیرشوی انشاءات استحصالی در باغ‌های صنعتی و منطقه‌های مخصوص اقتصادی میباشند. برای جلب بیشتر مهاجران طریق برنامه دولتی کوچانیدن هموطنان برون مرزی در ولایت کالوگا و مهاجران آمده در برابر دیگر کمک‌پولی‌های برنامه دولتی همچنین از حساب بودجه ولایتی از 10 تا 60 هزار روبل امتیازها پیشنهاد می‌گردد. ادامه خبرها شما را مستقیما در روی موج رادیو موجر میشنوید. با سبب افزایش شماره سرایت یافتگان کرونا ویروس مقامات شهر سنت پتربورگ در شهر چراغ‌های نوی محدودکنی را جاری میکنند که اکثر آنها امروز 23 نوامبر به اجرا می‌دارند. محدودیت به چرابینی‌های ورزشی اینچنین به کوه میدانچه‌های یخمال‌گذاری، طلبخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هایی که در بناهای مرکزهای سودا و فراغت جایگیرند تاثیر می‌رساند. 18 نوامبر گوبرناتور سنت پتربورگ الکساندر وگلوف فرمانی را امضا کرد که موافق آن از 23 نوامبر دسترسی تماشابینان به چرابینی‌های ورزشی در شهر قطع کرده شد و تشریف به یخمال‌گذاری نیز محدود شده است. در منطقه‌های لژرانی در میدانچه‌های یخمال‌گذاری گشاد و درون حضور نزدیک از یک نفر در 10 متر مربع اجازه داده می‌شود. برای میدانچه‌های یخمال‌گذاری داخلی طلبات‌های لواگی و به پیشگیری واردشوی بیش از 30 نفر در یک وقت جاری کرده شده است. کار میدانچه‌های یخمال‌گذاری که در بناهای مرکزهای سودا و فراغتی و سودا جایگیرند از 23 نوامبر بازداشته می‌شود. محدودیت‌ها برای مؤسسه‌های فرهنگی و فراغتی نیز داخل دارند که طبق قرار نو از 1 دکمبر سال جاری تالارهای کنسرتی، تئاترها و کینوتئاترهای شهر سنت پتربورگ نباید از 25% عمومی نشستگاه‌ها تماشابینان را قبول فرمایند. استثناء حالت‌هایی می‌باشد که تا روز 18 نوامبر چپته‌ها علاقه با تعداد زیاد فروخته شده‌اند. در حال حاضر معنی برگزاری چرابینی‌ها با اشتراک زیاد از 50 نفر چه در داخل و چه در بیرون عمل می‌کنند. چرابینی‌هایی که در آن زیاد از 50 نفر اشتراکچی به نقشه گرفته شده است باید با مقامات اجرایی شهر سنت پتربورگ هماهنگ کرده شود. از 23 نوامبر فعالیت کارخانه‌های خوراکی عمومی که در بناهای مجموعه‌های فراغتی و مرکزهای سودا جایگیرند بازداشته شده. بازداشت شهروندان در بناهای چنین کارخانه‌ها منع است. تا 23 نوامبر در کار قهوه‌خانه‌ها و طرحخانه‌ها از ساعت 23 شب تا 6 صبح محدودیت‌های موقتی جاری کرده شده است.
شما برو مستقیما در روی موج رادیو موجود میشنوید. نشر خبری رو ادامه میدیم. روزنامه‌نگار، شاعر و نویسنده و دراماتورگ تاجیک کریم حیدر با ستاره سرسینگی روسی میراث 2020 مکافاتانیده میشود. خبر میدهد агенти ملی اطلاعات تاجیکستان خبر قرار مکافاتانیدن شاعر تاجیک را به این جایزه عالی پرزیدیوم اتفاق نویسندگان روسیه قبول کرده است. به گفته خود شاعر، مراسم جایزه سپاری در مراسم تقدیم جایزه میراث برگزار می شود. این مراسم در مسکو بهار سال 2021 برگزار خواهد گشت. این دومین جایزه روسیه است که شاعر موسیقی تاجیک امسال میگیرد. همینطور با آگوست معلوم شد که کریم حیدر با مدال فخری سرگئی سینین فدراسیون روسیه مشرف کرده است. در ماه یونیو سال 2020 شاعر نامزد به این جایزه شد و او اینچنین حقوق نشر شعرها در آنتولوژی ادبی روسیه من داده شد. برمیگردیم به روسیه. تحولات تاجیکستان و جهان را شما این لحظه مستقیما در روی موج رادیو موج میشنوید. در شهر براتسک ولایت ایرکوتسک روسیه یک شهروند تاجیکستان را که دارای شهروندی روسیه نیز میباشد برای فروش و قاچاق چوب دادگاه شهری به مدت 5 سال در مؤسسه اصلاحی نظامش شدید محکوم کرد. خبر میده دفتر مطبوعات دادگاه شهر براتسک ولایت ایرکوتسک. گفته میشود که شهروند 34 ساله تاجیکستان عضو یک گروه متشکل جنایی بود که در فروش و قاچاق چوب غیرقانونی حاصل شده با مقدار مخصوصا کلان مشغول بودند. گروه متشکل برای ظاهر کردن قانونیت پیدایش چوب خریده شده در هر یک حالت یک بسته سندهای بر دروغ ترتیب دادند که دارای معلومات برخواسته بر دروغ درباره پیدایش چوب است که پس از آن به مقامات گمرک پیشنهاد کرده شده است. اومده است در شهر دفتر مطبوعات دادگاه شهر براتسک ولایت ایرکوتسک. طبق اطلاع دادگاه، محکوم شدگان با مقصد به دست آوردن فایده مفت از جنگلزار چوب‌های دیده و دایره غیرقانونی حاصل شده را به دست آوردند، نگاه داشتند و انتقال دادند که ارزش عمومی آنها زیاده از 100 میلیارد روبل را تشکیل می‌دهد. دادگاه حکم اقدارکنی را نسبت مارس صادر نموده او را با 5 سال زندان با محروم کردن از حقوق مشغول شدن به خرید و فروش چوب و مهلت 1 سال و 6 ماه با جریمه در حجم 400,000 روبل محکوم کرد. جزا در نمود محروم ساختن از آزادی محکوم شده باید در مؤسسه اصلاحی نظامش شدید ادا کند. قید کرده می‌شود در شهر دفتر مطبوعات دادگاه. علاوه می‌گردد که دادرس همچنین حالت‌های سبک کننده جزای محکوم شده از جمله اعتراف پرای گناه، صدقا پشیمان شدن، کمک فعال در آشکار و تطبیق جنایت‌ها و به جوابگیری کشیدن دیگر شریکان جنایت، داشتن کودکان خردسال و وضع سلامتی محکوم شده را به نظر گرفتند. در روسیه میمونیم و خبرهای ساعت را مستقیما ادامه میدیم. پس از 3 سال در روسیه سیستم فدرالی معلومات ثبت بیومتری پیدا می شود که این به مقامات امکان میدهد که در یک لحظه آدمان را از روی عکس روی و ایز انگشت شناسایی کنند. خبرگزاری تاس با استناد به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه می نویسد که در طول 3 سال در روسیه یک بانک متمرکز معلومات بیومتری شهروندان روسیه و شهروندان خارجی تأسیس داده می شوند که امکان میدهد شناخت آدمان از روی عکس روی و ایز انگشت راهمانده شود. وقتی به نقشه گرفته شده مقرر کرده ایجاد سیستم فدرالی اطلاعاتی به حسابگیری بیومتری سالهای 2021-2023 می باشد. آمده است در خبر دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. در این مدت این افزارهای ضروری برای تشکل، نگهداری و استفاده بانک متمرکز نهاده معلومات بیومتری شهروندان فدراسیون روسیه، شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی ضرور است. قید کرده می شود که چون تهیه مخزن متمرکز بیومتری امکان میدهد که ترتیب معین کردن شخص و جنس‌های نامعلوم توسط ایز انگشت، تصویرهای روی و اطلاعات ژنتیکی که در سیستم متحد شده جستجوی فدرالی شناسایی ژنتیکی جایگیر است آسان و به خطا تصدیق خود را یابند. خبرهای آخرین امروز را مستقیما شنیدید. سلامت باشید.